بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ما است درباره ابکار تعیین کننده است. قبل از تماشای این یوتیوب چینل ما را سابسکرایب و لایک نمایید. ابکار تعیین کننده است. ذهن شما بسیار قدرتمند است. اندیشه های شما تمام اتفاقات را که برایتان رخ می دهد کنترل می کند. می تواند سرعت ضربان قلب شما را افزایش یا کاهش بدهند. می تواند دستگاه گوارش شما را بهتر یا بدتر کند. می تواند ترکیبات شیمیایی خون شما را تغییر بدهد. می تواند به شما کمک کند که خواب آرامی داشته باشید و یا شب را بیداری بکشید. اندیشه های شما می تواند شما انسان شاد یا غمگین بسازند. وگاه این در یک لحظه اتفاق می افتد. می تواند شما را هوشیار و گوش به زنگ کند. می تواند حواستان را پرت کند و شما یک افسرده بسازند. می تواند شما را به شهرت و محبوبیت برساند. ابکار شما می تواند از شما شخص قدرتمند یا بی قدرت بسازد. می تواند شما را در ردیف فیروزمندان، قهرمانان یا بزدل ها قرار بدهد. در زندگی مادی ابکار می تواند از شما یک موفق یا یک شکست خورده بسازند. ابکار و اندیشه های شما تمام زندگی تان را شکل می دهند و در این میان خبر خوش این است که تنها شما می توانید ابکارتان را کنترل کنید.